سوال کرده آیا دست دادن یا احوال پرسی کردن با پسر کاکا، ماما، خاله جایز است؟ خب بچه کاکای تو از تو خواستگاری کنه گرفته میتونه، تو بچه کوچم خواستگاری کنه تو گرفته میتونه. خب چه فرق داره؟ بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه همه کلنش نامحرمن. دیدنش اجازه نیست چی جایی که بو دست بیتی، دیدنش اجازه نیست چی جایی که در پشت موتورسیکل زو سار شوی، دیدنش اجازه نیست چی جایی که تنها در یک خانه بو خلوت بکنی. ببین ما چقدر خدا دوریم. بچه خواندم است کی است؟ بچه قرآنی ما از کجا شده ای؟ برادر قرآنی ما یک برادر خیلی خوب در گوشی پیدا کردیم، خیلی بچه با تقواست. او با تقوا می بود با تو تماس میگرفت، او با تقوا می بود تو چت میکرد. اگه ازدواج میکنی خب برو ازدواج بکن. شریعت میگه کسی را دوست داشتی با امروش ازدواج بکن. ولی دوام کردن و دوام دادن و با معصیت و گناه فایده نمیکنه.